دانشگاه ملی تاجیکستان با نفوذترین مرکز علمی و تعلیمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته دستپروران این بارگاه علم و معرفت در پیشرفت دولت مستقل تاجیکستان، رشد و رونق ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و علمی و فرهنگی کشور سهمی ارزنده می‌گذارند. باعث افتخار هیئت بسیار هزار نفره دانشگاه ملی تاجیکستان و علاقمندان آن میباشد که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ختم کرده این بارگاه بزرگ علم و معرفت میباشد. دانشگاه ملی تاجیکستان دارای 19 فاکولتت، 126 کافدرا، اینستیتوت علمی تحقیقاتی، لیسه رویه طبیعی و ریاضی، کتابخانه علمی و الکترونی، دانشکده تکمیل اختصاص آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی نزد دانشگاه، دانشکده تعلیمی و فرهنگی کنفوتسی، بیش از 100 آزمایشگاه علمی و تعلیمی و تحقیقاتی، مرکزهای اینترنتی و زبان آموزی، صنفخانه‌های کامپیوتری، کابینت‌های لینگوفونی، زیاده از 10 مرکز خدمترسانی علمی و تعلیمی و تحقیقاتی، 3 پایگاه تجربوی، آسایشگاه، کلینیک حقوقی، بنگاه طبی و مجمع و میدانچه‌های ورزشی میباشد. دانشگاه دارای بهترین خوابگاه‌های مجهز با تجهیزات معاصر برای دانشجویان، ماجسترانتان، دکترانتان و کارمندان و آموزگاران وطنی و خارجی است. امروز تعداد عمومی دانشجویان در دانشگاه زیاده از 23000 نفر را تشکیل می‌دهد که از روی 133 اختصاص با تحصیل فرا گرفته شدند. تحصیل در دانشگاه با 3 زبان، تاجیکی، روسی و انگلیسی به راه مانده شده. با دانشجویان بهترین آموزگاران دارای درجه و عنوان علمی درس می‌گذارند. هیئت آموزگاران دانشگاه امروز 1332 نفر از جمله 12 نفر اکادمیک، 16 نفر عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، 198 نفر دکتر علم، پروفسور، 632 نفر نامزد علم، داتسنتان را تشکیل می‌کند که در عموم عنوانداران دانشگاه به 830 نفر رسیده. این مقدار 62.3% را تشکیل می‌کند. برای بلند برداشتن سویه کسبی و علمی دانشجویان در دانشگاه محفل‌های علمی خردمند، ذهن، حقوقشناس و ده‌ها محفل‌های دیگر علمی نزد کافدراها عمل می‌کنند. همچنین در دانشگاه نشریه‌های بقوله‌های دانش، منبر حقوقشناس و مجله‌های علمی از جمله پیام دانشگاه ملی تاجیکستان، علم و فناوری و حیات حقوقی فعالیت دارند. با مقصد پیوند نظریه با عملیات جهت برگزاری تجربه آموزی‌ها، دانشگاه دارای پایگاه‌های تعلیمی و تجربوی در موضع زیبامنظر رامید و دهه‌های زیده و تکاب ناحیه ورزاب میباشد. در دانشگاه با مقصد شناسایی پیدا نمودن با کارنمایی‌های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت، مرکز علمی تحقیقاتی و آثارخانه پیشوای ملت فعالیت میکند. دانشگاه با زیاده از 360 مؤسسه علمی و تعلیمی کشورهای خارجی در سمت‌های گوناگون همکاری می‌نماید. دانشگاه ملی تاجیکستان اعضای دانشگاه‌های شبکه‌ای دانشگاه اتحاد دولت‌های مستقل، دانشگاه سازمان همکاری‌های شانگهای و دانشکده بین‌المللی مالیوی در ساحه پیشگیری شستشوی پول و مبلغ‌گذاری تروریسم میباشد. همزمان دانشگاه ملی تاجیکستان مؤسس اساسیاسیون دانشگاه‌های اوراسیا، اساسیاسیون دانشگاه‌های آسیا، اساسیاسیون دانشگاه‌های آسیای مرکزی، اساسیاسیون بین‌المللی آموزگاران زبان و ادبیات روس، اساسیاسیون دانشگاه‌های حقوقی سازمان همکاری شانگهای و سازمان و کنسورسیوم‌های دیگر بین‌المللی نیز میباشد. دانشگاه در ردبندی بین‌المللی کوک رالی سیمنز همساله اشتراک نموده مقام نمایان را صاحب می‌گردد. طبق دستور پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت به طلبات استانداردهای بین‌المللی تحصیلات مطابق نمودن نقشه و برنامه‌های تعلیمی و در این زمینه آماده کردن کادرهای بلند اختصاص زباندان و جوابگو به طلبات بازار مهنت داخلی و خارجی چند از اختصاصهای دانشگاه از اکریدیتاسیون بین‌المللی اگنتی مستقل اکریدیتاسیا و ریتینگ گذشته صاحب شهادتنامه گردیدند. امروز دانشگاه مکان برگزاری فورum‌ها، همایش‌ها، کنفرانس‌ها و میزهای مدور و سیمپوزیوم‌های بین‌المللی گردیده قبول کننده مهمانان بلندپایه دولتی، نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی، عالمان و محققان شناخته جهانی، نمایندگان دانشگاه و مرکزهای علمی کشورهای خارجی گشته است. دانشگاه ملی تاجیکستان در همه سمت‌ها در حال رشد قرار دارد.
دانشگاه ملی تاجیکستان